حکومت تاجیکستان با قیمت 92 میلیون دلار هواپیمای رئیس جمهوری مکزیک را برای امامعلی رحمان خریداری کرده است. در این باره رئیس حکومت مکزیک لوپس اوبرادور در صحیفه توییترش خبر داد. لوپس اوبرادور پرزیدنت مکزیک یکی از 20 کشوری پیشرفته و صنعتی دنیا استفاده هواپیمای شخصی برای رئیس جمهور را اسراف دانسته اعلان کرد آن را به هر قیمتی هست باید بفروشد. او به مردمش گفت به خودش اجازه نمیدهد با هواپیمای خصوصی پرواز کند، در حالی که به مردمش در برخی مناطق بیمارخانه نمیرسد. اما رهبر یکی از 20 کشوری قشاقترین دنیا پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به خودش اجازه داد از حساب بودجه یعنی پول مردمی بینوایش به قریب 100 میلیون دلار هواپیما خریداری کند تا پروازهایش با کامفورت باشند. طبق گفته لوپس اوبرادور پرزیدنت مکزیک، حکومت تاجیکستان در روز امضا شدن شرطنامه بلافاصله 92 میلیون دلار را به فروشنده یعنی حکومت مکزیک انتقال داده است. جهان حدود 200 کشور دارد و شمار اندک از رهبران آن به خود اجازه داده اند هواپیمای شخصی داشته باشند. به این شمار اساساً کشورهای ابرقدرت مثل امریکا و چین و روسیه و بریتانیا و هند و کشورهای نفتخیز مثل عربستان سعودی و قطر شامل هستند و برخی از دیکتاتورها هم مثل رهبر کره شمالی هواپیمای خصوصی دارند. بین این 200 کشور هیچ کدام حاضر نشد به رئیس جمهورش هواپیما خریداری کند مگر تاجیکستانی قشاق و صدقه خور. در این باره بیشتر امروز 9 می ساعت 19:30 به وقت مسکو و ساعت 21:30 به وقت دوشنبه در برنامه دیدگاه خواهیم گفت. لطفاً اعلان را به دوستانتان فرستید. می توانید در برنامه شرکت نموده نظرهای خود را ابراز نمایید. در برنامه وامی خوریم. Estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial, el Boeing 787 en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalúo que realizó el INDAVI. La transacción se hizo con la República de Tayikistán. Este es un país